قبلا گفتم، الانم میگم، قانون جنگله. تو سیر تاریخی طبیعت حتی حیوونا بچه‌های ضعیف‌ترشون رو میخورن. تا حالا شنیدی؟ میخورن تا غذای قوی ترا تامین بشه. ضعیف هیچ جایی نداره. ما هم همینیم. همیشه تو طبیعت اینطوری پیش میره که ضعیف باید حذف بشه و قوی جاشو بگیره. نسل ضعیف باید از رده خارج بشه. حالا این مقدمه رو بهت گفتم تا بگم دنیا آدماشو فیلتر میکنه با سختی‌هایی که سر راهشون قرار میده. هر کی دووم آورد و جسارت مقابلش در اومدن داشت، با خودش میگه ایول، حریف قدریه، تو بازی میمونه. ولی اگه نداشت میشه مهره سوخته، کنارت میزنه و اونی که تو بازی میمونه انقدر قوی شده تا نشد براش بی‌مفهوم باشه، چون یاد گرفته با دسته خودش بسازه و با دسته خودش بخوره. یاد گرفته چشم امید به هیچی و هیچ کسی به غیر از خودش نداشته باشه. یاد گرفته که تو مشکلات بگه درستش میکنم، نه درست میشه. شاید تا حالا به فرق این دوتا خیلی دقت نکرده باشی، ولی بیا الان بهش چند لحظه فکر کن. اگه داری به این فکر میکنی که خب چه فرقی میکنه جفتش یکیه، باید بهت بگم تو هنوز قدرت کلام خودت و تاثیرش روی ذهنتو درک نکردی و این اول و آخر باختته. وقتی خودتو دست کم میگیری معلومه که قدرت کلامت هم دست کم میگیری. ولی نگیر، نه قدرت حرفای توی کلتو، نه تاثیرش روی ذهن و ذهنیتتو. یه چیزی شبیه اون نگاه سنتی دوری از گناه. نباید خودت رو توی موقعیت ضعف قرار بدی. نباید بذاری شیطان وابستگی، شیطان عدم اعتماد به نفست، شیطان ناامیدی، شیطان ناله کردنات، شیطان شل شدنات به ذهنت و به واسطه اون به مغزت رخنه کنه. باید ترکش کنی. هیچ فرقی با اعتیاد به مواد شیمیایی نداره. جفتشون دارن تو وجودت سم تولید میکنن. راستشو بخوای این که بهت گفتم تو مخرب بودن حتی از اعتیاد به مخدرات هم جلوتر نیستی. کاملا دارم باهات بحث علمی میکنم، پس فکر نکن نباید جدیش بگیری یا فکر کنی که نظر شخصیمه، چون نیست. حالا چرا میگم از مواد مخدر تخریبش بیشتره؟ مخدر از بیرون میاد و نابودت میکنه، ولی ناامیدی اون وقت خودت میشه قاتل خودت، قاتلی که حتی جسارت خودکشی رو هم نداشته. اوایل که داشتم منفی بافی و احساسات بیش از اندازه عاطفی و غیر عقلانی رو کنار میذاشتم، حس عجیبی داشتم، شاید چیزی شبیه به ترک اعتیاد. خیلی از ماها، شایدم بیشتر ماها، معتادیم به ناراحت بودن و حتی خودمون رو ناراحت کردن. جدی میگم، تو تنها نیستی. ناراحتی و حتی افسردگی و بدتر از اون فرار از اون چیزی که دلت عمیقاً میخوادش و تو از ترس و نگرانی‌های کاذب فردات سعی میکنی تا فراموششون کنی و با چیزهای دیگه جاشون رو پر کنی، بدترین گناهت. اما این فقط تو نیستی. خیلی همون دوچارشیم. همین الان بلند شد. بذار یه روز بیشتر تو دنیایی که دوستش داری زندگی کنی. از آخرش میفهمی اون یه روز چقدر مهم بوده. پاشو رفیق، پاشو، هنوز کلی وقت داری. پاشو تا دیر نشده.